حدیث قدسی. توجه انسان به اعمالش و مواهب الهی در اختیارش. خداوند عزوجل فرمود: ای فرزند آدم، گناهان مردم تو را نسبت به گناه خودت فریب ندهد. این که بگویی مردم اینقدر گناه میکنند، ما که خیلی مرتکب گناه کم نشدیم، و همچنین نعمتهای مردم نسبت به نعمتهایی که خداوند به تو عنایت کرده و مردم را از رحمت خداوند تبارک و تعالی ناامید مگردان، در حالی که امید رحمت برای خود داری. بهارالانوار جلد 70 صفحه 338، روایت 55 باب 59.